سلام و درود، چطورین؟ خوش اومدین به اولین ویدیو چنل من. بنده امتی مسئول هستم و اومدیم با بازی ترسناک. اسم بازی از فرار از انبار و کلا موضوعش همینه دیگه، بعد از یه انبار فرار کنیم. انبار ترسناک. میتونید از مارکت و بازار دانلود کنید، سابسکرایب کنید، لایک نره و اگه خواستین ویدیو جدید منو ببینید زنگوله بغلش هم بزنید. خب بریم سراغ ویدیو. این بازی دو تا حالت داره، یکی معمولی یکی کابوس. اگه خواستین کابوس شاتون بازی کنه حتما تو کامنت ها بهم بگید. این در پشتمون قفله. اینجا راه خروجه فکر کنم. بعد از اینجا بریم بیرون. هم نقشه است. نقشه هم تونیم برداریم، پس خوبه. خب بعد این طرف این نقشه ها اینجا بریم بیرون. الان باید بریم کدوم طرف بریم و از اول بریم. در قفله. این نقشه ذخیره میشه، پس خوبه. اگه ما خواستیم برگردیم راه رو گم نکنیم. اینم که آروم. چه وضعه؟ دیگه بازی ترسناکه دیگه. کامera رو ندیدی وگرنه میدیدی سر ترک شدم. یهو میاد نگیری یه صداهایی میاد بعد یهو بد. حالا ما کجاییم؟ دیده نمیشه. نه ایول توفن. کل این اتاقا رو بگردین تا بتونیم اسباب پیدا کنیم. این تفنگه برای اون زامبیایی بود که توی تصویر زمینه بازی نشون داده بود. کارت شماره 15 بود. 15 مال کجاست؟ اینجا رو پیدا نکردیم. پیدا میشه. اینم قفله. اتاق 59. قفله. لعنت بهت. قفل بود، حواسم نیست. خب الان ما جا دم 43 هستیم، باید برگردیم دیگه. درست همین. اینجا که بمب بس کنیم بعد این طرف دیگه. شات بزن دیگه. شات نداره. ای بابا. تنه زد. اینجا ولش رو بریم. بلکه چی پیدا کنیم. قفل بازی. اگه خواستید بازی های دیگه درباره موبایل بذارم حتما تو کامنت ها بهم بگین و میذارم. بازی بعدی احتمالاً 5 شب با فردی باشه و خیلی خوشحالم که میتونم یوتیوبری کنم. دورایی مثل که وای نه
مرگ آیسیو برو. کسافه. نه این خدا شکر داره حرفی زد بدی و آمد، ولی وقتی میاد وحشتناک. قفله. حالا ما کجاییم؟ خودی شماره 2. برگشتیم داره. پشمام اینجا راه دیگه هم هست. آره بابا دارم برعکس میرم. بازی های ترسناک اگه تنها بازی کنی شدت ترسش بیشتره تا چند نفره بازی کنی یکی هست که مثلا میگه باز تنها نیستی. وقتی تنها باشی واقعا ترس بازی میره بالا. حالا خودت تو این شرایط فرض کن واقعا دیگه ترس میره بالا. شماره 15 بود باز شد. کاش اول میرام میمونیم. در بازه این چه خشاب گله بود. در کارتخان شکسته. کارت شماره 22 پیدا شد. 22 کجا بود؟ فهمیدم. حالا ادامه ببینیم اون تا چی داره. کاله ندیم یا چونی؟ نه نیاز به کارت سی هم که لازم داره. من تعجب این بازی چند تا کارت لازم داره. ای بابا صدا گوشیم زیاده یاد زرترک میشه. خب اینم از در 22. به چقدر بال. این خشابه دیگه و راه دیگه رسیدیم. کارت چنده؟ 72. اینجا 72 که خوبه. پس این در خوب بود چون قدیان کنار درش بود. اینجا رسیدیم به همون اتاق. آره اینجا که روبروش 67 بود این قفل بود. حالا از جا میریم اونجایی که دیدیم. ای بابا کم آینه تو هم بیا. برو به درک احمق. باز دوباره خشاب. اینم داغ در چیه؟ چرا کجا بود؟ فهمیدم. باید به در پی برم دیگه.
دوستان اگه تا اینجا ویدیو دارین فیلم نمونین و از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایبتون نره و اون زنگوله بغلش هم بزنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. در 22 خارج شدیم، بریم سراغ در چی. رسیدیم. اسکیناش نفهم این به هر جاشو زنی بازم تغییرش نمیکنه. تو دمی زدن ایوه کارت شماره سی کجا بود؟ آها اون ته اون بر جانه اگر سراغ منو ما خودمون تو دد داریم میرقیم از تو بیا قشنگ ما رو بترسون. خدا از قدیم گفتن الله یار باشد دشمن هزار باشد. به نازم بیار این هم کارت اتاق چیل باز شد. خب الان اینجا رسیدیم به اینجا دیگه من کدوم طرف بریم؟ این بریم. بعد این بازی نمیتونیم روی نقشه علامت گذاری کنیم حداقل گم نشیم. تو در داره اون برم که اون بره، پس فعلا از درا بریم بعد اون راه این بریش هم بریم. این میز دیگه خشاب گلوله و که خالی بود. خیلی خوب اینجا هم کامل تا 42 60 کجا بود؟ فهمیدم کجاست. دوره برگشتیم و اونجا خوبه. پس دیگه می را دیگه میریم. مرز نمی دیگه مرسون دیگه تو قیافه یه میز دیگه خشاب نیازمند کلید. ولی توی موزیک کلید هم هست به غیر از کارت. این خشاب دیگه این خالی باز بره دست از سر ما بردار دیگه. بذار ما اینجا فرار کنیم بریم. حالا بگی بازی داستانی باشه یه چیزی بیدلیل ما رو انداختن تو انبار که مثلا میگه آره فرار کنه. مرد حسابی داستان بذار پشتش. خانه ما کدومه بریم؟
مرض. نه خوبه اینا وقتی در باز می‌کنی و نیپرم مثلا مثل اینای دیگه. اینا با آرامش. در کارتخانه شکسته. اینجا همون جای بود که همین الان آمدیم. فکر کنم باز خبرایی. خب بریم سراغ در 64. لعنت بهت. تمام. ببین که من نگاه شد قیافه دهن گشاده شد. این در باش. این در رو فکرن دیدیم. آره این در رو دیده بودیم. بریم خود دورایی کردیم. حالا از این بریم. هیچی نیست. کارتخانه شکسته. این کجا بیده شد. چه دیر میگه نده. مرض. کارت 50 پیدا شد. ایناش این در ما کجاست نمیدونم. اینجاست. اینجا از هم دیگه. اینجا همه رفتیم. حالا برگردیم بریم اون ور دیگه. این همه خالی نبود. یه هلا پس ریسپان میشم پیدا. خب بریم. 43. به خوشم میاد از اینکه کارت میذارن دقیقا جا درش. بعد ما اول همین کارا رو بکنیم. اینجا که همونجاست. درسته. حالا باید دنبال چی بگردیم. فکرم اون دری که نرفتین داخل به انجام رفتین در شما چند بود؟ 72 74. باز دوباره قرار دوباره زرد 74. درسته خودش. 76. نه من 2 تا نمیدونم چون سبب. ببینیم حدودم بریم به درک. به دوباره یه میز دیگه که نیاز به کلی داره. به این هم در خروجی. خب دیگه بهتره بریم تا دم خروجی. حتی که زامبی مامی رو چشمون نیاد چون تیرم کمه. من گفتم بابا خوبه الان این منو بزنه من ببینم. زنه که استغفرالله. بعد دوباره 1 ساعت برگردیم. این آدم سوال سش میشه شماره 2 شماره 3 اینا در خروج. پس کلدای اینا کجاست؟ فکر نکن نسخه کابودش با این فرق کنه. خداش من خشاب ندارم. من تمام شد. حالا فقط تنها این که در بریم. باز شو. بودو تمام.
شما از انبار تصفیه شده فرار کردید. مرسی. برای مرسی که تا اینجا ویدیو همراهی کردید. اگر خواستید نسخه کابوسش هم بذارم حتما لایک رو بزنید، کامنت هم بذارید دیگه، بازی پیشنهاد بدین، نظر بدید ببینید اول این ویدیو نظرتون چی بود. جایی که مشکلاشو خودم میدونم ولی خب بازم شما نظر بدید اگه جای دیگه مشکل داشت مشکلات رو برطرف کنیم و کیفیت ویدیو هم بهتر. پس سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی